برادرای عزیز ببینید اینجا در یک چیز دیگر من از این کتاب برای شما میارم. این تفسیر قرآنه. از سوره مبارکه نوح آیت 10 11 و 12 فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. میگه حضرت نوح قومش گفت که طلب مغفرت کنید پروردگار را و هرگاه که طلب مغفرت کنید الله مهربان گناهاتون میبخشد. بین بعد یرسل السماء علیکم مدرارا. بعد گفت که هرگاه که شما طلب مغفرت کنید الله مهربان گفت در عوض همین استغفار بر شما گفت باران، یعنی رحمتش میریزد، باران الهی میریزد. برادرای عزیز بارانش میریزد گفت، یعنی اگر ما هم امروز اگر قحطی بیاید ببارشی بیاید آیا اشکلان هایی که میکردن کو باید داشته باشین. مردم اشکلان میکردن، سطیل میبردن، تغاره میبردن، در میدان میزدن که باران شود، که اینا همه شرکیاتن. اینا تعلیم دین ما، اینا راهی آمدن باران. یرسل السماء علیکم مدرارا. مدرارا میدانین بارانی که بسیار میده میده زیبا میبارد. میگه در عوض طلب مغفرتان خداوند به شما این گونه باران میتید. ولی بین من در اینجا خواندم میگه 40 سال باران در قوم نوح نامد. بعدا برای آنه که باران بیاد حضرت نوح قومش گفت طلب مغفرت کنین. مقصد چی می شود؟ باران الله مهربان می بارد. و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. بعد گفت استغفار کنید. حضرت نوح گفت تا به شما مال و فرزند را پی در پی دهد و برای شما باغها و جویبارها را پدید بیارد. برادرای عزیز یعنی در عوض حتی از آیت قرآن چی فهمیدیم؟ یکم هرگاهی که شما طلب مغفرت کنید 40 سالی که باران آمده بود باران الله بر بالای شما می آید. در عوض این میدانین که در دوام همین 40 سال میگه یگان زن تولد نمیکرد. هیچ زنها مقصد تولد نکردن و خیلی بگیم مشکلات های مالی هم در مردم پیدا شد. حضرت نوح گفت که اگر طلب مغفرت کنیم الله مالهاتون زیاد میکند، زنهاتون هم حتی زاینده میگرداند. حالا اینجا یک روایت آمده است میگن مرد نزد حضرت حسن بصری آمد، از قحطی و تنگ دستی شکایت کرد. بسیار مردم تنگ دست شده است و بسیار قحطی آمدگی است، نارسایی آمده است. حسن بصری گفت که از الله عزوجل آمرزش بخواه، طلب مغفرت کن. میگه یک نفر دیگه آمد از ناداری شکایت کرد، گفت طلب مغفرت کن. نفر دیگه میگه پیش آمد گفت فرزند نشیده است از ما، گفت طلب مغفرت کن. برادران هر کسی که میآید از زراعتاشون، زراعت هامون مقصد نشیده است، میوه هامون نشیده است، همش طلب مغفرت کن، طلب مغفرت کن. بعد میگه وقتی که پرسیدنش حضرت هر نفری را به این توصیه دادی همین آیت خوان فقلت استغفروا ربکم. بین همین آیت خوان که الله مهربان بین حضرت نوح چی گفت؟ گفت اگر شما طلب مغفرت کنین الله باران تان میتد، فرزند تان میتد، تنگ دستی ها را از شما چیکار میکند؟ دور میگرداند. برای این هم برادر عزیز و گرامی یکی از
фазилатҳои бигем астағфируллоҳ ҳаст.